دوست داریم گناه نکنیم ولی نمیدونیم، گریه میکنیم، تو سرمون میزنیم، خودمون فردا دوباره انجام میدیم، توبه میکنیم دوباره انجام میدیم. علما میگن این ضعف اراده رو با دوستانی قوی تر از خودت میتونید برطرف کنید. دوستانی که ارادهشون ضعیفه، از تو ضعیفترن، اونا رو عوض کن. اگه تصمیم جدیه برو تو جمعی قوی تر از خودت، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الواحد شیطان، یک نفر یه شیطان. اگه اشتباه کردی خودتی دیگه، دو نفر هم دو تا شیطان هم. چون اگه تو خودت ضعیف بودی اون رفیقت هم ضعیف بود چی میشه؟ کسی دیگه نیست. ولی وقتی تو یه جمع قرار میگیرید، جمع مؤمنی که هم آگاهترن، هم عالمترن، هم مؤمنترن، هم پاکترن، هم قویترن، همه که با هم چه ارادهشون ضعیف نمیشه. بعدم توصیه بکن به دوستانت که کمکم بکنید، من اراده‌ام ضعیف شده.